بیرون در همون آغاز اومدیم رفتیم قاهره، گفتیم بلکه با خاندان پادشاه نزدیک بشیم، با پادشاه نزدیک بشیم و حالا که خودش از بین رفته زیر بال پسرش رو بگیریم و کاری بکنیم به کشور برگردیم. ما دیدیم آقا 22 سال ما جنگیدیم، دیدیم این جنگ فایده نداره، اصلا اونا یه جای دیگه دارن میرن، اصلا ربطی به ایران نداره. از طرفی عشق بزرگ و مهر بزرگ من به خدمات پدر رضا شاه بزرگ و پادشاه فقید من رو نمیگذاشت که مونده بودم بر سر گرایی که با پسرش چه بکنیم. یک پسری که در هنگامی که کشور من داره بمباران میشه در دیسکوتک جکیز مصر، هر کس نمیخواد من پول بلیتشو میدم با من بیاد مصر، صدها شاهد برای این قضیه دارم. شب تا صبح، اون موقعی که شب تا صبح بمب روی سر ملت من میریخت و فرصت بود که ما کشور رو آزادش بکنیم، ایشون در دیسکوتک جکیز هتل هیلتون قاهره غیر میداد. من خب چقدر ما باج دادیم که اینا رو روزنامه‌های مصری ننویسن و 20-21 سال ما این قضیه رو تحمل کردیم، اما به یه مرحله رسید که آقا نمیشه دیگه. مسئله کشور